با عرض سلام با بیننده بینهایت عزیزی رادیو آزادی و شروع یک روز رو برای شما شاد باش میگم و امروز یک شنبه هست 26 آگوست و چون دیدیم که خبرها هم امروز زیاد هستند چه از تاجیکستان و چه در گوشه های مختلف دنیا، برای این تصمیم گرفتیم که امروز نیز برای شما نشر نویدی بمدودی رو تقدیم کنیم و فکر میکنم که مثل نشرهای پیشتر نیز حتما چند دقیقه رو برای شنیدن خبرهای تازه میبخشید. شروع میکنم از اون که رهبران 5 کشور آسیای مرکزی برای پیدا کردن راه حفظ بحر ارال که با مشکلات عمده اکولوژی روبرو است در ترکمنستان جمع شدند. رئیس جمهوری ترکمنستان قربانگلی بردی محمد و از پرزیدنت قزاقستان نورسولطان نظربایف و از تاجیکستان ملی رحمان، از ازبکستان شفقت میرزیویف و از قرقیزستان سورونبای جیمبکوف را پذیرایی کرد. باید گفت که در حاشیه این نشست رهبران تاجیکستان و ترکمنستان با هم ملاقات هم داشتند. دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان از قبل نظربایف گفت که جلسه اشقابات بر روند همکاری‌های منطقوی و استفاده ذخیره آب مساعدت خواهد کرد. همه 5 کشور آسیای مرکزی عضو بنیاد بین‌المللی حفظ بحر ارال میباشند که سال 1993 تأسیس یافت. ماه ینوری سال گذشته بعد یک هفته آغاز فعالیت رسمی در مقام پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف اعلام کرد که کشورش برای رشد منطقه‌های اطراف بحر ارال در 5 سال آینده 2.6 میلیارد دلار جدا میکند. بحر ارال زمان چهارمین بحر بزرگ جهان از سال 1960 بود که قسماً بنابر استفاده دو رودخانه بزرگ اما دریا و سیردریا در طرح‌های کشاورزی شوروی 90% حجمش را از دست داد. کاهش بحر ارال از فلاکت‌های عمده زیست محیطی در سیاره ارزیابی می شود که یک عده مشکلات جدی اکولوژی را در منطقه بین قرقلپاقستان ازبکستان و قزاقستان ایجاد کرده است. خب رو میارم به خبرهای تاجیکستان. بانک ملی تاجیکستان نمایندگی بانک تجارت ایران را تفتیش کرده است. مسئولان بانک حاضر نشدند که دلیل و جزئیات تفتیش را آشکار کنند، اما یک منبع در بانک ملی تاجیکستان روز 25 آگوست با شرط افشا نشدن نامش گفت که سنجش از روی نقشه صورت گرفته چند کمبودی را آشکار کرد. از جمله معین کرده شد که نمایندگی بانک تجارت ایران در سپردن اندوز به کمبودی راه داده است. این کمبودی ها را فهماندیم و برایشان مهلت داده شد که اصلاح کنند. بعداً موظفند که در این باره به بانک ملی گزارش دهند، افزود منبع رادیو آزادی. نمایندگی بانک تجارت ایران سال گذشته را با ضرر به پایان برد. مقامات گفتند که بانک 95 میلیون سومانی ضرر دیده است. سال گذشته سرمایه نمایندگی بانک تجارت ایران نزدیک 52 میلیون سومانی بوده است. خب به همصحبت ما در بانک ملی تاجیکستان گفت چند سال است که بانک‌های ایرانی مقیم کشور وعده سرمایه گذاری میدهند اما تا حال اجرا نشدند. با این هم مسئولین بانک ملی میگویند تا به حال در کار بانک ایرانی یگان مانع ایجاد نشده است. سنجش بانک ملی در یکی از بانک‌های ایرانی فعال در تاجیکستان در حالی صورت می‌گیرد که مؤسسه‌های مالی ایران تا 2 ماه دیگر زیر تحریم‌های آمریکا می‌روند. قرار است ماه نوامبر بسته دومی تحریم‌های آمریکا علیه ایران به اجرا درآیند. بسته دومی تحریم نهادهای مالی از جمله بانک‌ها و تجارت نفت ایران را در بر می‌گیرد. تقدیر 2 بانک ایرانی مقیم تاجیکستان تا به حال نامعلوم باقی مانده است. بانک تاجیکستان با ایران در چند سال اخیر همکاری خوب نداشتند، اما نمایندگی 2 بانک ایرانی در کشور تو هنوز فعال هستند. خب برو میارم به افغانستان. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان از مقامش استعفا داد. قادرشاه سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان روز 25 آگوست در صحبت با بخش دری رادیو آزادی استعفای آقای اتمر را تصدیق کرد اما جزئیات نداد. حنیف اتمر از سال 2014 یک از نزدیکان و از طراحان حکومت رئیس جمهور اشرف غنی خوانده شده است. او در زمان ریاست حامد کرزی پرزیدنت پیشین افغانستان در مقام وزیر امور داخلی کار کرده است. خب بازم برمیگردم به تاجیکستان که در اینجا خبرها خیلی زیادند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یک گروه تنفروشان را بازداشت کرد که در گذشته از 3 تا 10 دفعه برای تنفروشی دستگیر و جریمه شدند. رید وزارت هفته گذشته برگزار شد و در جریان آن 20 زن تنفروش بازداشت گردیده است. مقامات میگویند هدف ریدها که سر چند وقت در تمام کشور انجام میشوند از اعمال غیر اخلاقی دور کردن این زنان است، اما معلوم نیست در نتیجه چنین چاره‌ها چقدر زنهای فاحشه از تنفروشی دست کشیدند.
فاحشگی در تاجیکستان از روی کودکس حقوق بیرونکنی مأموری مجازات می شود و از 500 تا 1000 سومانی جریمه دارد. در صورت تکرارا بازداشت شدن از 1000 تا 2000 سومانی جریمه و یا از 10 تا 15 روز حبس مأموری می شوند. فاحشه ها جوان زن هایی که دست به تن فروشی میزنند میگویند تنگ دستی و نداشتن جای کار آنها را به این راه برده است، اما مقامات میگویند تنگ دستی تنها بهانه است. کارمندان پلیس میگویند شاید 10% این زنها از نوعلاجی دست به تن فروشی زنند، دیگران در پی زندگی آسان میگردند. از جمله محسن جان محمدی، یک مسئول ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 30 август در صحبت با رادیو آزادی گفت اکثر تنفروشان معلومات عالی ندارند و در مکتب میانه هم درست تحصیل نکردند، شرایط خوب دارند، پدر و مادر دارند، اکثرشان ساکنان دوشنبه نیستند، 80% از نایه‌ها به دوشنبه میآیند. برای آنها تنفروشی عادت و روی آسانی درآمدی دلخوشی است. گفت این مصاحبه رادیو آزادی. سالها باز مقامات تاجیکستان برای جلوگیری و کاهش تنفروشی تلاش میکنند، اما این تلاش ها چندان موفق به نظر نمی رسند. جامعه مذهبی و به اصطلاح صدها مویزه روحانی و نیز تنفروشی در تاجیکستان را کاهش نداد. فیضگل شریف و کارمند یک سازمان جمعیتی فیدوکور در ولایت ختلان که در گذشته با چنین زنها همکاری داشته است، روز 21 август به رادیو آزادی گفت که مردان تشنه شوهر جوان زنهای بیسواد بیکار و از شوهران جدا شده را به فاحشگی جلب میکنند. او گفت که در ابتدا مردان این زنها را به این راه میبرند و بعدا خودشان هم عادت میکنند. اکثر جوان زنایی که با گمان تنفروشی بازداشت میشوند از تشخیص میگذارند و 2 سال پیش مقامات نزدیک 500 زنی را که با گمان تنفروشی بازداشت کرده بود از تشخیص گذراند و اعلام کرد که اکثر آنها گرفتاری بیماری های صورتی هستند. ضمن شبکه شاه آییم، یک سازمان جمعیتی که در مورد نقض حقوق تنفروشان در کشورهای آسیای میانه به سازمان ملل متحد در سال 2017 گزارش داده است، میگوید که ماموران میلیسه هم در تاجیکستان از این قشر سوء استفاده میکنند. خب برو میارم به موضوع دیگر. ظاهرا بعد تنظیم لباس و مراسم عزا و دسترخوان عیدانه نوبت به سنگ مزارها رسید. مقامات تاجیکستان ترتیب گذاشتن سنگ مزار را معین کردند. به قول آنها از این به بعد صاحبان میت در سر قبر نزدیکان خود باید بر اساس همین ترتیب مقرر شده سنگ فرمایش دهند. یک مقام کمیته دین و تنظیم عنعنه و جشن مراسم تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که ترتیب نو بر اساس یک قرار حکومت معین شده است. به قول همصحبت ما طبق این ترتیب سنگ مزار نباید بیشتر از 1 متر بلندی و از 50 سانتی متر پهنایی داشته باشد. این مسئول کمیته دین افزود نمایندگان آنها در محل و هم شوراهای محله اجرا شدن این ترتیبات را نظارت میکنند. اما او گفت که فعلا برای نقض این ترتیبات جریمه مقرر نشده است و تنها کارهای فهماندهی برده می شود. بعضی از ساکنان میگویند که این ترتیب تا حد ثروتمندی و کمبغلی را در گورستان ها از بین خواهد برد، اما در این میان افرادی هستند که چنین تنظیم ها را از توی ماتم گرفته تا دسترخوان عیدانه و خورد و خوراک مردم دخالت به زندگی و تصمیم شخصی میدانند. آنها میگویند مقامات باید در فکر ایجاد جای کار و معاش بلند باشند و شیوه زندگی و رفتار آدمان خود به خود تنظیم خواهد شد. حکومت تاجیکستان سال گذشته درباره ترتیب نگهداری و استفاده بری قبرستان ها قرار مخصوص صادر کرده بود و کمیته دین مسئول نظارت اجرای آن شد. این قرار مقامات را موظف میکرد که باید قبرستان ها را نظارت کنند. از جمله مقامات باید از چراگوشتن قبرستان ها پیشگیری نمایند. مقامات میگند بعد تصویب قرار حکومت گرد و اطراف قبرستان ها قسما محکم کرده شده، کتاب ثبت نام میت ها تشکیل کرده شده است که آماری رسمی فعلا در تاجیکستان بیش از 3700 قبرستان وجود دارد. و چون خبر یکم ما درباره ترکمنستان بود، یک خبر دیگه هم داریم از این کشور که در اشقاباد رنگ کردن موی سر رو برای مردان منع کردند. با کاشانه های اوسن و سر تراشخانه های مردانه شهر اشقاباد پایتخت ترکمنستان امر شده است که دیگر موی مشتریان خود را رنگ و همچنین به سر آنها عکس و نقشی هم نقاشی نکنند. کارمند یکی از کاشانه اوسن اشقاباد گفت که اخیراً کارمندان داستانی شهر به کارگاه آنها آمده درباره منع شدن رنگ کردن موی برای جوانان، نورسان و مردان و نقاشی بعضی عکس‌ها در سر صحبت کردند. اما در این باره هیچ گونه قراری خطی ارائه نشده است. مدیر کاشانه نیز برای صحبت با دادستانی دعوت شده بوده است و
با گفته همصحبت ما کارمندان کاشانه‌های حسن دیگر نیز چنین آگاهی گرفتند. رنگ کردن موی سر در میان مردان و نورسان پایتخت ترکمنستان حدود یک سال اخیر رسم شده است. با گفته یک همصحبت رادیو آزادی این چیز بیشتر در میان کارمندان کارخانه خارجی، نمایندگان دیپلماتی، مزدگران و خود آرایشگران بود، ولی اخیراً ساکنان محلی با شمول کارمندان مؤسسه‌های دولتی نیز رنگ کردن موی سر خود را آغاز کردند. درباره منع شدن رنگ کردن موی سر برای مردان و جوانان نه مقامات ترکمنستان و نه رسانه‌های رسمی کشور چیزی نمیگویند. سبب این ممنوعیت هم معلوم نیست. رسانه‌ها ماه اپریل سال روان از یک قطار محدودیت‌های مقامات ترکمنستان در رابطه با سیمای ظاهری ساکنان خبر داده بودند. از جمله طلب شده بود که موی‌های سر خود را رنگ روشن نکنند و واردات رنگ‌های موی سر نیز منع گشته بود. خب بیننده عزیز، چند خبری بود که روی دستی ما بود، ولی خبرهای بیشتر از این هم هست که میتوانید به سامانه ما www.azadi.org بروید و در آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب نیز تماشا کنید.